که کتابی نوشت در مزرعه نیکی دانه ها کشت. مسلم است که عالم را نورهای خورشید منور می کند و قلب آدمی را مطالعه کتاب. برنامه نوبتیمان فروغ صبح دانایی از تالار فرهنگی مکتب تحصیلاتی میانه عمومی رقم 101 ناحیه سینوی شهر دوشنبه تهیه گردید. دور ناحیوی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در ناحیه مذکور 2 روز ادامه یافت. زیرا تعداد داوطلبان بیش از 200 نفر را از روی 5 نامینه تشکیل میداد. ایرج رمضانوف مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس ناحیه سینو از اقدام شایسته پیشوای ملت محترم امام علی رحمان یادرس گردیده آمادگی امروزه اشتراکچیان دور ناحیوی را در سطح بلند ارزیابی کرد. باید قید نمود که آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است تحت سرپرستی به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان گذرانده شده است و امروز ما مسئولین مقامات اجرایی ناحیه سینوی شهر دوشنبه تصمیم گرفتیم که آزمون رو در دوره نظامنامه برگزار نماییم و در این 2 روز آزمون میان تربیت گیرندگان و خوانندگان مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی دانشجویان و کلانسران از روی 5 نامیناسیون گذرانده شده است و از روی تحلیل و ادبیات کلاسیکی خواندن و ازیاد کردن آثار ادیبان کلاسیک تاجیک، معاصر تاجیک و بچگانه بهترین مشاهده شدند. از جانب خود هیئت حکمان برای حتی سپردن شاهجایزه هم البته بعضی فکر و عقیده هستند. به هر حال هیئت حکمان باز در جنبه پورا اینا بینوبت گرفته بهترین انتخاب میشد. ما هم از اشتراکچیان همین آزمون امیدواریم که باز بهترین و صاحب جایزه های دیپلم میگردند، توفه ها و شاهجایزه میگردند که در دور نوبتی که دور شهری و من بعد دور نهایی که در سطح جمهوری برگزار میگردد امیدوارم که از ناحیه سینو فعالانه اشتراک میکنند و باوریم داریم که غالبان آزمون هم شوند. در مطالعه ادبیات بچگانه خواننده صنف هفتم مکتب تحصیلاتی میانه عمومی رقم 87 ناحیه سینو مهرانه سعید اکرام ذوقی بلند دارد. او در آزمون امسال از روی نامینه ادبیات بچگانه مهارتش را میسنجد. نقل افسانه و قرائت اشعار بچگانه در اجرای این نورس هیئت حکمان را خیلی قناعتمند و خوشحال نمود. کتاب منبع علم و دانش، سرچشمه دریای عقل، مخزن علم و معرفت، پایه تمدن جهان متمدن، خاصه آینه حیات و در گنج سخن است. شاعر بزرگ فارس و تاجیک استاد عبدالرحمن جامی کتاب را همچون فروغ صبح دانایی به قلم داده است. انسان می تواند توسط کتاب از ممالک زیاد آشنا گشته جهان را با طیاره دانش سیر نماید. کتاب شفافترین آینه حیات است که تنها دانش را تحفه می کند و گناه را نمی گوید. کتاب این ریشه خردمندی است. من مهرانه سعید اکرام خواننده صنف ششم مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 87 ناحیه سینای شهر دوشنبه می باشم. من امروز از روی نامینه خواندن و ازیاد نمودن اشعار بچگانه و افسانه های خلق تاجیک اشتراک می نمایم. باری بگفت و یک به دو، چند از جمع من به تو؟ 2 فکر کرد و گفت 7، بیچاره یک از خوش رفت، 3 می شود جمع من به تو. ای دوی نادان حیف تو. وقتی که من کتاب های زیاد را مطالعه نمودم مهر وطن دوری و وطن پرستی در دل من زیاد و زیادتر گشت. زین سبب من فخر میکنم که شهروند جمهوری تاجیکستان هستم. ای که گفتی ملت ما را در گذشته اهل شرق مردم تاجدار نامیده است، زین سبب تاجیک است نام خلق. تاجیک تاجدار اگر جویی آن منم شاد و آزادم، پادشاهم و قسمتم امروز تاج و تختم دیار آبادم. تاجیک تاجدار اگر جویی آن منم که شاد و آزادم، پادشاهم و قسمتم امروز تاج و تختم دیار آبادم.
خواننده صنف دهم مکتب تحصیلاتی میانه عمومی رقم 25 ناحیه مذکور شاعره عبدالرحیم و در نزد هیئت حکمان از روی نامینه شاعری مهارت خویش را منظور حاضرین گردانید. محتوای شعرهای تازه ایجاد این نورست بیشتر ترنم وطن و تخیلات رنگین ایام نورسی می باشد. فروغ صبح دانایی کلید قلف تنهایی. اگر امروز کتاب خوانی تا فردا در نمیمانی. بخوانی لیلی و مجنون بگردی شاد و هم ممنون. بخوانا دینه استاد زمان ظلم و استبداد. اگر خوانی گلستان را بدانی فضل و احسان را. بهارستان عجب خوب است حکایت هاش محبوب است. کتاب تاجیکان ما شده مشهور این دنیا. قرار پیشوای ما مقرر ساخت بهر ما. برای دانش اعلی فروغ صبح دانا را. فروغ صبح دانایی کلید قلف تنهایی. اگر امروز کتاب خوانی تو فردا در نمیمانی. بنده عبدالرحیم و شاعره خواننده صنف ده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 25 به نام عبید رجب ناحیه سینای شهر دوشنبه می باشم. امسال در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نامیناسیای پنجم یعنی شاعری اشتراک کردن می خواهم. من از سن 8 سالگی به نوشتن شعرها شروع نموده بودم و من نه تنها برای این آزمون شعر می نویسم. در دنیای خیالی من نسبت به شعر و شاعری خیلی هم وسیع گشته است و من برای شعر نوشتن تمام وقت خالی خود را صرف می نمایم و تمام مسئله هایی که برای این آزمون باید شعرها من پیشنهاد کنم از قبیل داستان در وزن های هزج، رمل، اینچنین مخمس، مسدس، ترجیبند، ترکیبند من تمام اینها را در اشعار خودم جای دادم. برای آن که هر یک شاعر، هر یک نویسنده، هر یک ادیب دایره جهان بینی او وسیع شود، ته کرسی او وسیع شود. البته از بزرگان خود ادیبان کلاسیک معاصر باید همیشه شعر داند، هم به طور نثری هم به طور نظمی و من سال گذشته در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نامیناسیای معاصر ادبیات معاصر اشتراک نمودم ولی متاسفانه تا دور شهری رو خط یافتم و این سال وقتی که نامیناسیای پنجم داخل کرده شد به این آزمون خواستم از نامیناسیای شاعری اشتراک نمایم. یادرس شدم به مورد است که اشتراکچیان از روی نامینه ادبیات کلاسیک تاجیک در آزمون معرفتی فروغ صبح دانایی کتاب است سرشمارند و سن سال آنها مختلف می باشد. خواننده صنف سیوم مکتب تحصیلاتی میانه عمومی رقم 93 ناحیه سینا ابراهیم علیف با ازبر نمودن و قرائت هزاران مصرع‌های ادیبان کلاسیک و نثر ماندگار این شاعران زنده‌نام هیئت حکمان را در تعجب گذاشت. بیاو موضوع بشنو زهر دانشه بیاو به زهر دانشه رانشه اگر گم کنه روحی آموزگار سزد کو جفا بیند از روزگار کسی کو بدانش توانگر بود ز گفتار و کردار بهتر بود چون خوش بود دوست با کسی که مایه ندارد ز دانش بسی. من علیف ابراهیم امسال از روی نامینه ادبیات کلاسیک در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک می‌بردم. من از خورده به مطالعه اشعار کلاسیکان شوق داشتم. بوی جوی مولیان ناید همه یاد یوری مهربان ناید همه ریگ آمو و درستی های او زیر پایم کرنیان ناید همه آب جیهان از نشاط روی دوست خنگ ما را تامیان ناید همه ای بخارا شاد باش و دیزی میر نزدت شاد ما ناید همه میر ما هست و بخارا آسمان ما سوی آسمان آید همه میر سرو است و بخارا بوستان سرو سوی بوستان آید همه. حاتم را پرسیدند که از خود کریمتر دیده ای؟ گفت بله روزه از خانه یتیم آمدم او 10 سر گوسفند داشت فی الحال 1 سر گوسفند را کشت و پیش من آورد من را جای از آن خوش آمد بخوردم و گفتم والله که این بسیار خوش بود
آن پسر بیرون می رفت و یک گوسفندان را می کشت و آن موضع را به پیش من می آورد. من از آن آگاه نه، چون بیرون آمدم که سوار شوم دیدم که خونی بسیار ریخته است. پرسیدم این چیست؟ گفتند و همه گوسفندان خود را کشت. وی را ملامت کردم که چرا چنین کردی؟ گفت تو را چیزی از آن خوش آمد که من مالک آن باشم. اگر در آن بخیلی کنم این زیرسیرتی باشد در میان عرب. پس حاتم را پرسیدند تو در مقابل آن چی دادی؟ گفت 300 شتر سرخموی 500 گوسفند. پس گفتند تو کریم‌تر باشی؟ گفت هیهات و هر چی داشت داد و من از آن چی داشتم اندکی بیش ندادم. چون گدایی که نیمی نان دارد و تمامی دهد ز خون خویش، بیشتر زان بود که شاه جهان بدهد نیمه از خزانه خویش. معاون یکم رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان عطا میرخواجه در هیئت بانفوذی حکمان دوری ناحیوی در ناحیه سینا شامل بود. اثنای صحبت او اظهار خوشنودی نمود که محض این گونه آزمون‌های معرفتی چهره‌های نوین ایجادکار را در صحنه ادبیات معرفی خواهند کرد. سال دوم است که این آزمون برگزار می‌گردد و علاقه احساس کرده می‌شود که در بین خوانندگان، در بین دانشجویان و عموما در بین حتی کلانسالان یک هنگامه حتی به وجود آورده است. یعنی امروز وقتی که با صحنه میبرویند علاقه تیار هستند، هم خوانندگان هم دانشجویان و حتی کلانسالان. ما حتی شاهد گشتیم که کلانسالان در زمین محله های اطراف آمده در اینجا اشتراک میکنند و این البته باعث خرسندی است. غیر از این روح بلندی مردم است، یعنی که مردم کودکان خوانندگان از اون که خب ادبیات میخونند، از اون که با چهره های نو به نو ادبی شناس میشن، از اون که خب اثرهای زیادی رو مطالعه میکنند، اونها دانش میآموزند و وقتی که انسان دانش میآموزد انسان حتما روح بلند میگردد، با زندگی خوشبین میگردد، انسان حتما معرفت پیدا میکند و پیش از همه اخلاقش خوب میشود. یعنی که این کنکورس، این آزمون برای مردم ما خیلی هم چیزهای بسیار خوبی مثبت داد. معلمان رو ضرورتر هست که نفری که در هر نمونه تیار میشود آماده میشود، اون کس رو باید معلمی که درس میده، حتی دیرکتور مکتب باید ببیند و در این سطحی که اشتراک میکنند باید حتما آمادگیشو ببیند. خب ما در اینجا البته با یک چیزهای حادثه های بسیار سخت دچار نآمدیم، ولی هستند نفرانی که مثلا حاضر هم سوس تیار شده آمده اند یا همطور رویکی تیار شده آمده اند و ببینید که ما وقتی که درباره ادبیات امروز درباره ادبیات بچگان گپ میزنیم، ما باید حتما از 3 نفر بزرگی ادبیات بچگانه خودمون، از استاد میرسعید میرشکر، از استاد عبید رجب و از استاد گلچهره سلیمانی کمش 20 تا شعر باید دونیم. ولی متاسفانه بچه‌ها مثلا میبرویند، خب از هر کجا مثلا یک چیز نیم چیز میدونند، ولی از این بله یعنی که در این از اینها نمیدونند. وقتی که ما نفرانی رو که اینها پایه‌گذار ادبیات بچگانه ما هستند ما اگر ندونیم، البته خب این دانش ما استوار البته نخواهد بود. خب نمونه هایی که در اینجا شده، ما دیروز نمونه ادبیات کلاسیکی رو گذاشتیم، بعد نمونه ادبیات معاصر رو با من بسیار معقول شدن. حقیقتا برای چی؟ برای اون که هم در ادبیات نمونه ادبیات کلاسیکی و هم در نمونه ادبیات معاصر نفرانی برآمد کردن که اینها علاقه همون دانش رو در سینه خودشون دارند. این بسیار مهم است و حتی نفرانی که من در اینجا اشاره کردم آمده کلانسالان در اینجا برآمد کردم. یک مرد قریب 60 ساله اینقدر شعر خوند، اینقدر دانش فراق دارد، ما قایل شدیم و از همه مهمش باز کتابخانه بسیار کلان دارد. خب دعوت نمود که مثلا کسی که کتاب نداشته باشد مرحمت استفاده کنید. ما از کودکان بسیار خوشش داریم. کودکای صنف 2 صنف 3 اینقدر مثلا در نمونه ادبیات کلاسیکی برآمد کردن و اینقدر شعر از حافظ، از سعدی، از دیگران میدونند و خوب میخونند. قرائت اینقدر خوب شده است. یعنی که این آزمون با
کودکان ما به نسل روینده ما تاثیر خیلی هم عمیق گذاشته ایستاده است و در آینده 2-3 سال پس ما مثلا اگر امروز گویم که در حدود 100 نفر غالب از داشته باشه ممکن بعد 2-3 سال از این شماره به 1000 نفر میرسد و ما نمیدانیم که با کدام کس جای یکم دهیم. خواننده صنف چهارم مکتب تحصیلاتی میانه عمومی رقم 85 ناحیه سینا فریده سیدرحمان و دیگر اشتراکچی فعال دور ناحیوی بود که از روی نامینه ادبیات بچگانه نزد هیئت حکمان برآمد کرد. قرائت شعر و قصه ها در صحنه از هر یک اشتراکچی مهارت مخصوص را طلب می نماید و این صنعت را فریده با چهره گشاد و احساسات صمیمی منظوری حکمانی آزمون گردانید. عجب شهری دلآرای دوشنبه، خیالم زیبی دنیای دوشنبه. شدم سرسبز در آغوش مهرت، چو دل در سینه ام جای دوشنبه. بگیردت حلقه بسته کوهساران، تو را گردیده حامی و نگهبان. همیشه تا که باشی سبز و خورم، ز دل جاری نموده چشم سارام. عجب شهری دلآرای دوشنبه، خیالم زیبی دنیای دوشنبه. من سید مومنه فریده فیروزانه خواننده صنف 4 می باشم. مرا تنبل نگویید، تنبل بدل نگویید که من اکنون قابلم به این گپ مقابلم. بچه گپ درایم از گپ نمی برایم، نمی گریزم از کار به کار خانه تیار. جاروبم همراهی من، جاروبم گواهی من، از خانه با جاروبم تنبلی را می روبم. لطیفه از عزیزی عزیز. اکرم در یک ورقچه 6 نوشت و نزد اکبر آمده گفت: اکبر این کدام رقم است؟ اکبر جواب داد: این رقم 9 می باشد. اما اکرم قهقه خندیده گفت: نادانک، این رقم 9 نه 6 است. اکبر رنجید و گفت: خودت نادان، 9 را 6 می گویی. اما اکرم همیشه این رقم را 6 می گفت. نه، این 6 است نه 9. اما اکبر گفت: نه، این رقم 9 است. 6 9 6 9. عسکر حرفهای آنها را گوش داده نزد آنها آمد و گفت: جواب هر دویتان درست. خواننده صنف 5 مکتب تحصیلاتی میانه عمومی رقم 56 ناحیه مذکور مغفرت سیفالدین زاده با 2 برادرش در آزمون امساله فروغ صبحی دانای کتاب است اشتراک نمودند. در دور ناحیوی آزمون او از روی نامینه ادبیات بچگانه با آمادگی عالی نزد هیئت حکمان مهارتش را نشان داد. دنیای کتاب درگهی نور، فرهنگ چراغ جاویدانه. گر خانه بی کتاب باشد، تاریک بسد چراغ خانه. دنیای کتاب گلشنی بخت، خورشید بهار در زمستان. مهرش به مثال شیر مادر، هستی حیات جاویدانه. من سیفالدین زاده مغفرت دلشاد خواننده صنف 5 ز در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 56 ناحیه سینای شهر دوشنبه تحصیل می‌نمایم. من خوشحال از آن هستم که با دستگیری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در این آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی اشتراک نمودم. منم دوراترین آدم، وطن دارم، کمی خود را نگویم کم. وطن دارم، اگرچه کلبه ام عادیست، ولی دل مسکن شادیست. فرخیزد مرا از غم، وطن دارم.
جالبی این آزمون سطح جمهوریوی در آن است که سن و سال شرکت کنندگان در آن محدود نیست. مدینه کریمزاده خواننده صنف ششم مکتب تحصیلاتی میانه عمومی رقم 47 ناحیه سینای پایتخت این زمان کتاب شعر و حکایه های خود را با عنوان همیشه بهار به نشر رسانیده است و امسال می‌خواهد از روی نامینه ادبیات بچگانه در آزمون برنده شود. شهر دوشنبه، شهری نمایم، چون گل تو از من از تو رویم. من در آزمون فروغ صبح دانایی از روی نامیناسیون خواندن و ایجاد کردن آثار ادبیاتی بچگانه شرکت ورزیدم. هرچی حکمان به برآمد ما بهای خوب دادند و من باوری دارم که به دور شهری آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی را خط میگیرم. امروز شما از روی نامینه ادبیات بچگانه برآمد کردید. بیشتر آثار کدام ادیبان بچگانه را مطالعه کردید؟ بیشتر آن مطالعه کردن آثار جورا هاشم، میرسید میرشکر، یوسف جان احمدزاده، نریمان بقازاده را دوست می‌دارم. صبحدم آفتابی عالمتاب کرد بیدار دیه را از خواب. مردم نیک بخت و شهرت یار همه رفتند شادمان پی کار. تا شوم سیر از هوای بهار رونی هودم به جونی بکاسار. به همین جا که نو بهاران است سبز گل پوش لاله زاران است. جوش میزد میانی کاساره چشمه صاف و پرزی اسراره. خواننده صنف 11 مکتب تحصیلاتی میانه عمومی رقم 60 ناحیه سینا سعیدا شرف‌آ باشد امسال از روی نامینه ادبیات جهان مهارت ذهنی خویش را امتحان کردن می‌خواهد. دایر به محتوای آثار مطالعه نموده‌اش از ادیبان جهان او چنین اندیشه دارد. در این آزمون از روی نامینه ادبیات جهان اشتراک کردم. من از آثار ادیبان جهان و مثل جان رولینگ، جوجو مویز، شکسپیر و استاد چنگیز ایتماتوف، ایوان سرگییویچ تورگنیف من زیاده از 80 اثر مطالعه کردم و حالا میخوام یک شعر از مصطفی کریم شاعری باشخیر روز گفته باشم. شب که شد دریا با دریا همزبانی میکند، ابر گویا قله ها را پاسبانی میکند. شب که شد آرام میگیرد زمین از رفت آب، دل به دل این دم سخنهای نهانی میکند. روز اما کار و بار آدم و عالم دیگر، آدمان پر کار و دریا پر تلاطم می شود. هرچی که احساس میکنی با جان و دلت، روز روشن گویا از دیده ها گم می شود. آثار ادیبان ایران را از جمله غزل‌های سیمین بی‌بهانی را مطالعه کردم. این بسیار هم به آثار یعنی دوام دهنده غزل‌های حافظ سعدی گویم خطا نمی‌کنه. در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد، کس جای در این خانه ویرانه ندارد. دل را به کف هر که نهم باز پس آرد، کس تا به نگهداری دیوانه ندارد. در بزم جهان جز دل حسرت کش ما نیست، آن شمع که می سوزد و پروانه ندارد. گفتم مه من از چه تو در دام نفتی، گفتا چی کنم دام شما دانه ندارد. امیدواریم که بهترین ها در این ناحیه نیز به دور شهری آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است را خط میگیرند و با آمادگی خوب به دور نهایی سفر برمیگردند.